گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم پنجم. ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ تا نیمی روزی خبر آمد که ملا مصباح الدین زنهایش را گرفته مثل دیگر ملاها سمت افغانستان فرار کرده است. از شنیدن این خبر سری من چرخ زد. گمان کردم که دلم از بی‌طاقتی از قفس سینه‌ام بیرون می آید. سوی چشمه سنگین دویدم. شاید آنجا خبری تازه دریافت کنم. در نزدیکی چشمه کمال نام بچه‌ای که دیده درا و قابل و مخلص گشتینگیری های من بود و خود را در این جاده شاگردم می حسابید پیشم دویده آمد. احوال را از او پرسیدم. ملا مصباح الدین با یک و یک باره پیدا شدن بالشوای در قشلاق‌های زرکمر و سفیداب به تهلکه افتاده گریزان شده است. خواسته است هر دو زنش را با خود بگیرد، اما اپی مهوش ماجرا را فهمیده شبانه قریبی صبح خانه ملا را ترک کرده با بچه هایش گریختند که از ملای از کار مانده خلاص شود. گفته کمال یک تبسم کرد و سخنش را دوام داد. اکنون هیچ کس نمی داند آنها در کجااند و موی سفید ناعلاج با همان کمپیرش شگناب را ترک کرده است. کمال جان، برادری عزیزم، التماس مرا دلکف نکن. از تگ سنگ هم باشد خیرامان را برای من پیدا نما. گفته التجا کردم من از او. در آمد گپ مهوش مادر خیرامان زنی خوشگپ و شوخ بود. به حال ملای پیری ناتوان که گویا به عمر خیرامان لبی کرپه مهوش را بالا نکرده است می خندید. او را در غایبیش مزاح می کرد. سیری کم قوتی کمرش را به زنهای همسایه فاش می ساخت که البته در ده آوازه می شد و این گپ تا ما جوانان هم آمده می رسید. همزمان طبق گپ و گپچه های ده مهوش گویا با یک صغیره بیکس و بیخانه و در که آسیابان بود خیش اولاد مادری می شده است. با گفت کمال نامی آسیابان شربت و خودش یک جوان قد بلند گندمگون با دست و پنجه و پهلوان بشره بوده است. مهوش با او مناسبت داشته است. خود آسیاب مال ملا مصباح الدین بوده است. ملا آسیابان پیشینش را گویا با سبب میده دزدی و حق شرعی ملا را خوردن زیر شبهه گرفته از کار پیش کرده است. هرچند آن مرد بیچاره دعوا داشته است که همه گپ نسبتش تهمت است، اما ملا در پیش اهل فقرا خداوند در همه اعمال حاضر و ناظر است. مال ملا از برکت ترغیب کلام الله تعالی است. کسی بر این بیت المال دست خیانت دراز کند آن دست از 7 جا شکسته می شود. چون من روی کتاب می کشایم به من خیانت بندگان خدا که از درگاه این فقیر آب و نان می خورند خود به خود عیان می گردند گفته است. بعد چون این تصمیم کدام از خیرخواهان ملا مصباح الدین این بچه مسکین را به زودی همچون زاد المسافرین به او توصیه می دهد. او را جوانی در معامله خوش و در مناسبت غلام حلقه برگوش گفته معرفی می کند. ملا به قد و بس و بازو و کتفان آن جوان می نگرد. اسمش را می پرسد. او با اعتقادمندی شربت گفته خودش را در نهایت اطاعت و مستمندی و اعتماد و سرپرستی معرفی می کند. ملا از جوان خوشش می آید. به دوستی که او را از آن موی سفید سیرمنه و دواگری ناآگاه خلاص کرده بود 20 تنگه شیرین کامگی می دهد. ملا مصباح الدین به امید آنکه شربت با این قد و بست به او یک عمر همچون خدمتگاری سازگاری پرکاری نیک رفتاری لایق و صادق بماند قرار می کند که مدت 3 ماه او را در راه خدا و رسول و
اعمال و اصول صحابگان، شریعت و طریقت، فرق حرام و حلال سبق بیاموزد و چون دست در طبق آن ملای نورالحق دارد به هر امانت خیانت نورزد. چون مدت تحصیل سپری می شود، ملا مصباح الدین او را در چند کار امتحان می کند. وقتی بر او اطمینان حاصل می گردد، کلید دری آسیاب را بر او باور کرده بالیشت و کرپه و اسباب زیستش را در آن ویران منزل تأمین می سازد. اولین سپارشی که ملا مصباح الدین به این مورد اعتقادمندش می دهد، می فرماید تا جوال گندم را آرد کند و طبق شریعت همچون نفقه به زوجه دوم او خانم مهوش ببرد. شربت طبق این دستور گندم را آرد می کند. آن جوال دومنی را که باید 2 کس در خر بار کرده به مقصود می بردند، از لحاظ بزبلگی مثل درزه کاه خشک بی ملال در پشتش گرفته راه خانه مهوش را پیش می گیرد. به حولی مهوش آمده: ینگه ها ینگه، این جوال آرد را در کجا مانم؟ گویان صاحب خانه را می پرسد. مهوش رویمالش را در سرش درست کرده از خانه برآمده، یک کفش را پوشیده، کفش دیگر را نوگی پا کرده به اینجا به گنجورخانه نفسش را راست کرده: ای خدای، استید اول من جایش را درست کنم. بعد گویان یک به این پهلوان نگاه می کند که با وجود یک جوال آرد را پشتاره کردنش غیرتش کم، قامتش خم و پیشانیش نم نشده است. دویده داخل گنجورخانه می شود. بعد لحظه: بیارید، گفته فرمان می دهد. شربت از تنگی به زور به گنجورخانه می درآید. در جای نشان دادگی مهوش که خود او هم در همان خانه‌چه نیم تاریک بود، جوال آرد را مثل که خلطه پخته کنجیدگی باشد آزاد می ماند. با امر خانم این سو آن سو، این طرف آن طرف جابجا می کند. لیکن اقلا سر برداشته به مهوش جانبخشی که به این جوان پهلوان گوش و هوش شده بود نیم نگاهی هم نمی کند که او هست یا نه، بیرون می براید. مهوش چون آن جوانمرد کوتاه‌ریش پهلوان صورت را با دستان سررگ و پای پیش قفس سینه پهن و قد و قامت جوانمردانه از سمت تاریکی بر روشنی در باز هم خوبتر می بیند، او را در یک دم به ملا مصباح الدین بینی پچوق کوزپشتی با چشمان خیره بیمیشگانی آبروی با آواز خراسی کنده کنده نخود کله صدمندستاری عاقبت سوس کمری شوهرش مقایسه کرده دلش گم می زند. اما شربت گویا کار ضروری داشته باشد، می خواهد سراسیمه‌وار از حولی بیرون رود. مهوش یک کاسه آب را گرفته، کفش‌هایش را یک سو هوا داده، پایهای بلورینش را بر زمین مانده، آستین جنبانده، از پسش تا دم چپرک برقوار دویده برآمده: ای بچه، ای سوختی، کجا اینقدر سراسیمه هستی؟ ای وبال می باشد به خدای، آخر از برای ثواب همین آب را نوشی، عرق پیشانیت را پاک کن، بعد می روی. می گوید. شربت یک دم می استد، پس می گردد، کاسه را از دست مهوش می گیرد، آب را پاک می نوشد. شکر خاله جان، گویان خیر و خوش کردنی می شود. مهوش: خاله نگو، خالت مورد، همان آسیابان تو هستی، همان شربت تو هستی. گویان مهوش با اشوه از جوان می پرسد: ها اپا من هستم من. به سری خم به تکرار می گوید شربت: شربت جان، نامد به خودت، التماس اپا و خاله نگوی. بعد یک به بالا و پایان نگاه کرده، قد سرو سیهی، پیشی بری دمیده، ابروی چون هلال خمیده، چشمان سیرنازش را چون آهوی رمیده و خط و خال غالیبویش را نمایش داده، با اشوه و ناز من خیشیمان را بد به تو اقرار میکنم گفته، جلوه به نمایش گذاشته تیز خود را به قفا میکشد. رویمالش را هم که تا این دم گرد رویش پیچانیده بود هوی کرده به پشت پرتافته، روی زیبا و زلف چوگان خود را به اختیار باد صبا و بیننده را در دام بلا مانده. با گذشت روزها مهوش آسیابان را اولاد مادری اعلام کرده او را تقایی می گفتگی شده است. کمال به من گفت: اکا یک هفته لازم است اول
شربت را باید پیدا کنیم. او هم نیست. هر جا باشد یک جا گریختند. بگاهی روز پنجم کمال حکس زنان دویده خانه ما آمد. یافتم. شربت را پیدا کردم گفت. کمال سخنش را دوام داده نقل کرد که مهوش همین چند شب و روز را در غار جنگل با خرامان و بچه‌ک خوردش که همگی 4 سال داشت گذرانیدند. به قول همان شب اول تقایی مهوش خودش آمده همه این خانواده را آنجا برده پنهان کرده است. از این احوال من خیلی خواطر شدم. کمال خطبرک ناموفق من ولی جوانی نیک سریشت و دیده درا بود. من تیز رفته در خانه یک نامه کوتاه نوشتم. دیگر اظهار محبت نکردم گرچند دلم خون بود. در نامه گفتم من ساربانی میدانستگیتان هستم. فهمیدم قبلگاه شما را به عدالتانه پرتافته گریخته است. زمان ناتنج به سرپناه مانده اید. به جان جوانم قسم یگان غرض ندارم. اگر لایق دانید سرپناه شما می شوم. انا این 4 برگک را 4 دانه طلا پارچه را در نظر داشته بگیرید. برای روزگار در کار می شود. برگک های طلا را در نامه پیچانیدم. به کمال دادم و با حال زار گفتم کمال جان کسی را دستت رسد دستگیر که فردا همان باشدت دستگیر. رو از کجای باشد خرامان مرا پیدا کن. نگوی که در این کاغذ چی هست. فقط گوی که یک کس احوال شما را فهمیده دلسوزی کرده است. احتیاط کن نریزند. خرامان گرچند نامه های مرا از کمال نمی گرفت چون خیلی زیبا پرست بود. به این بچه از خودش در سن و سال اندک پایین تر اما با چهره شیرین با محبت می نگریست. کمال سپارش مرا اجرا کرد. بعد 3 و نیم ساعت دوان پیدا شد. حکس زنان گفت یافتم. خاله مهوش در پیش من آن پیچک را کشاد. دید گویا تومار بود. تلیسم بود. جهان شکفت. با احتیاط آن برگک ها را در یک مشتش گرفت. تو چیزی ننوشته بوده ای؟ خواند. اولین بار او را در این حالت دیدم. گفت پگاه بگاهی چون تاریک شد یک کوزه را پری لخچه کرده با ساربان بیایید که ما از خنکی نموریم. اینجا آتش گرانیدن ممکن نیست. دود را دیده یا بالشوای ها یا باسمچی ها آماده ما را می گیرند. باسمچی ها من و دخترم را حرام کنند. بالشوای ها باشد زن و دختری ملا گفتن ما را می کشند. خلاص حالا رو به بای بچه سلام گوی. بعد گپ می زنیم. من تعجب شدم. کمال اپای مهوش تو را از کجا اینقدر خوب می شناسد و باور می کند؟ کمال اکای ساربان یک گپ می گویم لیکن به کسی نگوی. خیر از ملا می ترسیدم که گریخت گم شد اما پدرم فهمد مرا می کشد. این سو آن سو نگاه کرده سخنش را دوام داد. راستی گپ اپای مهوش را با آسیابان با تلاش هر دویشان من خیش برآورده و تقا و خواهرزاده کردگی هستم. زورشان می آمد هم این و هم آن مرا می یافتند. ای بلای به همه پدر به من پیاندر شده بوده ای گفتم. غم نخوره که مرد باید که هر آسان نشود. مشکلی نیست که آسان نشود. کلانگیری کرده گفت کمال کاری میکنم تو هم خرسند شوی. چون تاریک شد من لخچه آماده کردم را در یک طبق سفاله گرفته با طبق سفاله دیگر پوشانیدم و در یک کرپچه تنک سخت پیچانیده در پس آغیل با بهانه یک برچه را کشته گوشتش را بریان کرده با 4 تا نان با خود گرفتم و با راهنمایی کمال 1 ساعت اسب دوانده به همان غار نزدیک شدیم. ناگه یک آواز خیراسی ایستید. شما کی هستید؟ اینجا چیکار دارید؟ تقا من خواهرزاده اتان. کمال جواب داد همسفری من. همراهت کیست؟ با دوغ و پوپیسه اما هیجان آور پرسید آسیابان. کمال را قفا کشیده گفتم من ساربان بچه محمدی بای. تو خودت کیستی؟ گفته با غضب و قاطعانه سؤال دادم من. اینجا حکایه به یادم رسید که آوردن آن را جایز می شمارم. کسی خود را مرد گرفته اعلان کرده است که جنگل به شکار شیر می رود.
چون نزدیک به شیر شده است درنده وحشی او را دیده غراس زده است. از او پرسیدند چرا شیر غراس می زند؟ پاسخ داده است شیر از من می ترسد، غراس می زند. باز شکارچی را سوال کردند چرا تو هم به هرس زدن سر کردی؟ مرد پاسخ داده است آخر من هم می ترسم. صداهای من و آسیابان تقریبا با یک آهنگ بودند. ای السلام، اکای ساربان من هستم، صغیره آسیابان. لیکن اینجا در این شب تاریک چیکار میکنید؟ پرسید. اکنون او با آواز ملایم نامی مرا شنیده. شربت بچه تنومند هم باشد گوشتین نمی گرفت، اما در چند جا حلال گوشتین گرفتنی مرا دیده تعریف کردنش را شنیده بودم. اکای شربت، اول خودت گوی که تو در اینجا چیکار میکنی؟ از آهنگ صلح‌آمیز و احترامانه آسیابان شیرک شده پرسیدم من. شربت با آهنگ خجالت آمیز ساربان برادر عزیز، تو هم مردی من هم، از من خرد هم باشی جوانی پهلوان هستی. پدر تو چند بار به من کرته لازمی خریده است. همین مهوش هم پناهی از ملا برای من آشنان می فرستاد. راست گپ چندین سال من در تربیه او بودم. به خدا که من نی خودش به من توجه کرد. هرچند گریختم گفتم که تو در نکاح ملا امام هستی، من یک صغیره پایلوچ، خودت را شرمنده نکن و مرا زیر دار نبر. اما آیسته آیسته دل مرا برد. اکنون ملا مصباح الدین از بالشوای ترسیده افغانستان فرار کرد. در بساطم 2 لینچه آردی پناهی داشتم. آن را دیروز گرفته نزد ملا تشریف رفتم. قصه کردم. داملا خودت میدانی که یک صغیره بیچاره پایلوچ هستم. داشتگیم همین کرته لازمیم را شویم تا خشک شدنش در گوشه کرته‌ام را در بدنم میپیچانم. بایگریم هم انا همین. اشاره کردم به باری درازگوش. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 5.